رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می‌دهد. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، در موج برنامه خوانشی بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک با توجه شما گفتار 26 از رمان تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهزاد هیجا. مرحمت گوش کنید. و این گپ از کجا پیدا شد و غرضش چی بود؟ قریبی های نصف روز معلوم گردید. از قلعه سواری رسید که قاضی و مفتی مکر و غدر کردند. ادهم را نامردانه کشتند. بیگ از نو حاکمیت را گرفت و محکم با 12 یارش تعجیلاً به راه برآمدند با امیدی که خلق طرفدار آنهاست. خلق آنها را دوست می دارد و محض رسیدن به قلعه صف و جمع می آیند و بیگ را سرنگون می کنند و این دفعه با حبس قانع نمی شوند، خونش را می ریزند. و این دفعه خلق توده شده به یاریش نرسید و بیگ و قاضی و طرفدارانش زور برآمدند و محکم و 12 یارش را نوگی تیر کردند و مفتی فتوا داد که محکم عاصی دین اسلام است، او را جنازه و گور کردن روا نیست. جسد او را از بالای جر به جوش آبی رود پرتایید و بعد توی نغاره دل خلق به محکم سوخت و 3 غواص یافتند و فرستانیدند و دل شب جسد را برآوردند و کفن پوشانیدند، جنازه خواندند، به خاک سپاریدند. و روز دیگر بیگ آن 3 نفر را دستگیر کرد و به هر یکی 1500 تنگه جریمه انداخت و مال و ملکشان را ترکه کرد. و امارت بخارا پیش از انقلاب وصل روسی پادشاهی بود و پس از انقلاب هم در حال وصلی ماند، ولی به نام دولت مستقل شناخته می شد. و امیر لاف می زد که بخارا با روسیه سابقه دوستی و آشنایی 63 ساله دارد و این دوستی دولت ها برقرار است و ابداً بردوام خواهد ماند. و دولت روس با دولت بخارا معاهده نموده که عسکری بسیار نگاه ندارد، چون که لازم شود ما حفظ میکنیم و همه اسباب را مهیا می‌داریم و شما هیچ احتیاج نخواهید داشت. فارغ باشید، با آسودگی حکمرانی بکنید و با آبادی مملکت مشغول بشوید. و پس از انقلاب این معاهده را نو کردند و وزیر مختار پریابرژینسکی به دارالفاخره بخارای شریف آمد و استقلال دولت بخارا را به اختیار من داد. و بعد جنگ کاگان که ما غالب شدیم، الیاوا و بریعود به بخارا آمدند و عذر خواستند از من برای کلیسوف که وحشی و نادان است. دولت روس زیاد از نیم عصر است که با دولت بخارا دوستی و آشنایی دارد و از این دوستی
هر دو طرف منفعت ها دیدند. هر قدر خدمت دولت شما باشد، دولت جمهوری مایان یاری میرساند. همچنین وعده دادند که برای من 50,000 کمان و 500 پولمیات و 50 ایروپلان و 50 میلیون پول طلا میفرستانند. الحال از نوگش 11 توپ از تاشکند فرستادند که تیر ندارد. و امیر راست می گفت. وکیلان دولت شوروی خاک ملک بخارا را که 100 سال پیش با آن تعلق داشت به تمامی به اختیار او واگذاشتند و وعده دادند که از جهت مالی و پولی و حربی و امانی یاری خالصانه میرسانند. و سفیرانش و جاسوسان به ستادهای حربی و رهبران حکومت شورایی خبرهای پنهانی میفرستادند که امیر بخارا در ظاهر با ما عهد دوستی میکند، ولی در واقع به کارهای دیگر مشغول است. وزیر مولا قطب‌الدین را به کابل و حاجی سفربی را نزد کمیسی انگلیس به مشهد فرستانید با مقصد عهد حربی بستن که مقابل ما بجنگد. گنرال محمد خان افغان به بخارا آمد و تحفه های بسیاری آورد و امیر به او گفت: خلاصه مشورت این است که ما و شما با دستگیری یکدیگر با بولشویکان بجنگیم، زیرا که فرصت غنیمت. حالا حاضر دولت آنها گرفتار ضعف است، وقتی مناسب همین است. گنرال جواب داد: ما و شما برادریم. افغانستان و بخارا برادرند. افغانستان به مقابل بریتانیا کمر بسته است. شما از این طرف با بولشویکان حرب و ضرب سر بکنید، بعد از آن با صلاح و مشورت و روادید همدیگر کار بکنید. هم به منفعت شماست و هم به منفعت ما، به منفعت عالم اسلام نیز هست. و افغانستان برای بخارا 200 عسکر و 1 دسته موسیقی و 7 توپ و 7 فیل فرستانید. و کمیته های حزبی و ستادهای حربی در مسکو و تاشکند پنهان و آشکار مشورت ها کردند و خریطه امارت بخارا را رنگ‌های سبز و سرخ کشیدند و در اصل طلب فتح چنین یک لقمه شیرین و روغنی چون خاک بخارا همیشه در مغز سر و پیش چشمشان چرخ میزد. با وجود چنین حالت بحث خیلی طولانی بود. سیاستمداران در اندیشه آن بودند که غاصبی ایدئولوژی ساخت سوسیالیستی نیست، بلکه مخالف آن است و در عرصه بین خلقی آبروی حکومت شوروی را میریزد. و حربیان اثبات میکردند که کشور ترکستان 100 سال باز قسم ترکیبی روسیه است و به ترکیب حکومت شوروی داخل کردن آن غاصبی نیست، بلکه عین عدالت جغرافی است و بخارا را به ترکستان داخل می شود و بخارا به ترکستان داخل می شود. و سرباری این حقیقت تاریخی امارت بخارا به جنگ مقابل ما تیاری می بیند که دلیل‌هایش را در دست دارید. و بعد بخارای امروز پشتیبان گواردی سفید شده است و افسران زیاد در آنجا پناه یافتند و با قواهای عکس‌الانقلابی همکاری می کنند و حتی به ولایت سمرقند لانه مانده‌اند. و ما اخباری عمیق داریم که اروس‌های از گواردی سفید در کوهستان مسجا در دهه آبردان کارخانه تیر و دار و براری ساختند که تابع ماست و مهمش خلق از جبر امیر به جان رسیده است و تشنه اصلاحات و روزی بهتری است. و جدیدان کمونیستان بخارا کفالت می‌دهند که خلق به انقلاب تیار است و منتظر یک اشاره و در جای شورش سر شود در یک زم هزاران هزار مزدور به پا می‌خیزند و آن همه سلکلان‌های خردمغز را تومه جهنم خواهند کرد. و همگان راضی شدند که این همه دلیل‌ها به مراد انقلاب جهانی نیست
و ثروت و طلا و تنگه بخارا را گرفتن آرزو و آرمان همه‌شان بود و هست. ولیکن در حالتی که ما به بخارا لشکر کشیم، آنگاه بین دیکتاتوری پرولتاریات آزادی بخش و کپیتالیسم مستملکه خواه فرق نمی ماند. نازکی مسئله در همین جاست. و امیر بخارا نیز سیاست دورویه داشت. از یک طرف به جنگ مقابل بلشویکان با یاری افغانستان و انگلیه تیاری میدید و از طرف دیگر به مسکو وکیل فرستادنی بود که عهد دوستی را نو مستحکم بکند. و شهر بخارا کاروان دوستی به راه برآمد با قطار شترها و تحفه ها، پوست بره قراقولی و یک دسته پوست ببر که تیر نرسیده است و جامه های زرحلکاری و 2 اسب زین و لجامش نقره‌کوب و میز سایگی و به سروری گنرال مهدی خان. و از مسکو به تاشکند فرمایش صرف مخفی رسید: امیر را سرنگون کنید، به جایش جوان بخاراییانی به ما صادق را بنشانید. و این سپارش در تاشکند، در ستاد فرانت ترکستان و در مرکز جدیدانی که به طرف بلشویکان گذشته بودند مورد گفت و شنید قرار گرفت و خلاصه برآوردند که در بخارا ستم دیدگان انقلاب کردند و آنها را دستگیری کردن قرض انقلابی ماست. و در این مشورت رئیس جدیدان کمونیستان احمد میرسعید به بمب پرتافتن به شهر سخت مقابل برآمد. انقلاب در کار، انقلاب می شود، یگانه راه همین. ولی شهر بخارا را بمب باران کردن به هیچ وجه ممکن نیست، ضرورت هم ندارد. بخارا ثروت تاریخ است. هر کوچه، هر یک بینا و هر یک خشتش ارزش بی‌بهای تاریخی و فرهنگی دارد. من قطعاً مقابل از ایروپلان به شهر بمب پرتافتن هستم. و کاتبش فیض‌الله خواجه لقمه پرتاف. آن یادگاری ها همش باقی مانده های زمان فئودالیسم است. ما سوسیالیسم می سازیم. در زمان کمونیسم همه آن ارزش ندارد. هر یک چیز کهنه در راه نو سنگ سری راه است، خلل می رساند. و اکثریت گپ اقلیت را برگردانیده به دهانش زدند که الحال جای وجه پیش آوردن و وجه جستن نیست. الحال سخن از سرنگون کردن امارت می رود تا که خلق مظلوم از ظلم نامحدود دوران فئودالی خلاص شود. و احمد میرسعید را همان زمان از منصب راندند که منفعت خلق زحمتکش را صرف نظر می کند و همان لحظه رئیس نو انتخاب کردند و رئیس نو سابق نائب فیض‌الله خواجه به ضرور و حتمی بودن هجوم بی تأخیر ارمی سرخ به امارت بخارا دلیل‌های شیعی آورد. مردم بخارا از جبر و ظلم امیر به داد آمدند. شب و روز غم می‌خورند که این روزگار بد کی به آخر می‌رسد. یک صدای عدالت و آزادی بلند شود و به گوششان رسد، یک ذره به پا می‌خیزند. فقط در شهر بخارا ما 20,000 طرفدار مسلح داریم که منتظر اشاره هستند. و قرار دادند که همین روزها در اطراف بخارا انقلاب خواهان شورش می‌بردارند و عسکری سرخ باید تیار باشد که در هر لحظه به یاری آنها برسد، قرض انقلابی خود را اجرا بکند، زیرا که آزادی مردم بخارا دری آزادی را برای مظلومان شرق می‌گشاید. و برای این معنی را به گوش بخاراییان رسانیدن در سمرقند با سرداری عزیز مراد یک گروه شعارنویس تأسیس دادند و با قلم و کاغذ و چاپخانه و دستور تأمین کردند و آنها شروع کردند به ورقه نویسی و آن ورقه ها را پنهانکاران دست به دست می بردند و دست به دست می دادند در شهر و دیهات که برخیزید وقتی
آزادی ما رسید. و کاروان وکیلان با تحفه و پیشکش هنوز به اورنبورگ نرسیده بود که چند فرستاده ستاد حربی ترکستان در لباس فقیران در شکربازار یک جنگ اوباشانه برپا کردند و به تاشکند از نام ستم دیده ها تلگرام دادند که شورش خیست و این شورش را طرفداران امیر خیزاندند که ما بیچارگان را سرکوب بکنند و آخرین لقمه نان را از دهانمان بگیرند و لشکر سرخ شتابان رفت به حمایه ستمکشان و سر شد آغاز انقلاب در امارت بخارا و گویا با خواهش کارگر و دهقان و در اصل با نیت ضبطکاری غاصبان و یک دسته سلاح به دست تحجایی را که کلتکداران سرخ نام داده بودند پیش گذراندند که اول شما حمله بکنید تا وانمود شود که خلق خودش سلاح گرفته است و به پا خسته است و انقلاب می کند. ما از دنبال شما می رویم. دلپور باشید، ما شما را تنها نمی مانیم. و عسکر سرخ با یک حمله سبکک به شکربازار نزد چارجو در آمد و شب چارجو را زیر اطاعت در آورد و کلتکداران سرخ که وظیفه پیشگردی و پیش آهنگی داشتند در شب تاریک راه گم زدند، در جنگ اشتراک نکردند و روزی دیگر قریب چاشتگاه به شهر چارجو رسیدند و دیدند که در پیشتاق قلعه بیرق سرخ شینانده اند و ساعت 12 شب به اعلان جنگ و عهدشکنانه عسکر بلشویکان بر راه آهن کاگان هجوم کردند و 40 نفر پاسبان و راهداری که در آنجا بود کشتند و اسیر گرفتند و ساعت 2 شب با توپ و تفنگ و ماشین های زره پوش با تیرپرانی و غراس عظیم ماشین ها تا به دیوار بخارا رسیدند و دیوار بخارا 10 متر بلندی و 5 متر غوصی داشت و 12 دروازه که همش از درون بسته بود و 11 ایروپلان 79 ساعت بی تنفس در آسمان شهر پرواز کرد و 170 بمب به در و دیوارها پرتافت که هر یک بمب 123 پود وزن داشت و به میدانهای وسیع شهر که بمب نافتیده است 3 پود کاغذ 3 پود ورقه از ایروپلانها پرواز کنان فرامد که به مردم خبر فرارسیدن روزی بهی را میرساند. ستم دیدگان، وقتی آزادی شما رسید، زنده باد انقلاب. و از درون شهر یک نفر ستمکش هم یافت نشد که سلاح گیرد و آواز برآورد و برای نیست کردن ستمگران به میدان برآید و به جنگ درآید و آن 20,000 نفر انقلابیان مسلح و محتر اشاره که جدیدان لاف زده بودند اصلا وجود داشت یا نه تا حال کسی انیق نمی داند. و دیوار مشهور بخارا از 27 جایش رخ نشد و من بعد کسی پروای آن نکرد و صاحب ملکان مصران و میتین به دست گرفتند و کندند یکسر آن یادگاری دوران فیادالی را و کلوخ و خاکش را بردند و ریختند به زمینهای کشت، به ریشه درختان، به جویه تاگزار که خاک بیگانه و کلوخ آفتاب خورده زمین را کند دیوانه. و شهر بخارا 20 شب و روز در کام آتش بود و فقط در ارگ 100 خانه آباد به سوخته و لخچه و خاکستر مبدل گشت و در محله ها 4,000 بنا ترکید و سوخت و ویرانه گشت و غنیمتی که از خزینه های امیر و ساکنان شهر گرفتند و بردند تا الحال حساب و کتابی انیق و دقیق ندارد، ولی شاهدان شمردند که از مرکز یک مضافات از شهر سبز 150 صندوق طلا و نقره برآورده به فایتون و عرابه ها بار کرده بردند که
هر یک صندوق 1.5 آرشین درازی داشت. و لوچکان ایروپلان ها در پهلوی دروازه سمرقند در آشخانه پر از دودی کباب سکت چوبین را جوز مانده، دسترخوان پرنعمت آراسته، عرق را اندرون پیوه انداخته می نوشیدند و لطیفه ها می گفتند از روزگار خان و امیران آسیا میانه و مستانه سرود می خواندند. ما بخارا را بمب باران کردیم، ما امارت کهنه را ویران کردیم، ستاره مخاصه را هم بمب باران کردیم. هر جایی که از آن بوی امیر می آمد ما بمب باران کردیم. و امارت بخارا جمهوری شد، جمهوری خلقی بخارا، و لجام کارها به دست بخچه بود. پیش سرحد دولت ها را جنگ معین می کرد، اکنون قرار معین می کند. و عزیز مراد روز مراد رفت به تاشکند تا که به قرار دست بماند. و به حزب بولشویکان خدمت می کرد، کمونیست بود و از تحت دل خدمت می کرد، زیرا دعوا و شعارهای بولشویک‌ها به آرزو و آرمان و خواست دل او یک بود، مانند بود و به درجه هم آهنگ بود، گویا که این حزب اول با او مصلحت می کرد و فکرش را می پرسید و بعد قرار می برآورد. و در تاشکند کار کمیسیه دوام داشت. سرداران آن را از مسکو فرستانیدند و از خلقهای آسیا میانه نماینده ها وکیلان تعیین کردند که در خطر آنها وکیل از تاجیکان نیست. وظیفه کمیسیه این بود که تقسیمات ملی بگذراند و این کار به مانند همه کارهای حکومت شوروی کاری نو بود که در تاریخ سابقه نداشت و بینا به سیاست ملی لنین صورت می گرفت که مقصدش به هر یک خلق آزادی دادن، وطن دادن و صاحب دولت کردن بود تا که خلق جبر نبیند، تا که از بی‌عدالتی های زمانهای گذشته نام و نشان باقی نماند، تا که عدالت عالمگیر باشد، تا که ستمکشان روی دنیا ببینند و عبرت بگیرند که در روی زمین کل فرزند انسان آزادانه و برابر و برادرانه زندگی کرده می تواند و اینک نمونهش را برایتان نشان می دهیم. و در سمرقند پیش از به تاشکند رفتن عزیز مراد پیش راهبران ولایت به طریق شکایت عرض کرد. بینو به خبرهای دسترس مسئله گویا حل شده است. خامنویس قرارها نیز تیار بوده است. از رفتن و نرفتن من چی فایده؟ باید که روید، گفتند به او. دعوت که کردند یگان ضرورت دارد. بعد مسئله حل نشده است. مسئله اکنون حل می شود. نورنگی تازه گرفت. شما گفتاری 26 را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیدید. کارگردان عزت الله جان محمد، صدا بردار خان بیبی ایرگشت، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنسیت و
خانه آباد باشید.